چرا نیومد؟ بیا اومد. ببخشید دیر شد. خسته شدیم انقدر منتظرت موندیم. بیا بریم کافه دیگه. بریم ولی با ماشین جدیده من جلو میشینم. رو چه تو باید جلو بشینی؟ برای که کجا؟ این بر بابا من آقا دعوا نکنید. هر کی بزرگتر و سنش بیشتره جلو بشینه. من عقب میشینم. من چی شده؟ فکر کنم بعد یه دستی بزنید تا روشن شه. این یه چی بین 6 و 8 با قرضا دست. بابا منظورم این بود پیاده بشید هول بدید. بچه دیر رسیدیم کافه بسته است. اب نداره هول بدید برگردیم. من که دیگه حال نمیدم. ولم کن بابا. اشکال نره هر کی که سنش بیشتره و نمیتونه بشینه تو ماشین استراحت کنه جوون ترا هول بدن. گروه شرنم پردوش زیونای